الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری و غیره. برادران و خواهران نهایت گرامی، ما چند روز بعد دیگری خوبترین و بهترین روزهای سال را استقبال میکنیم و عبارت از روزهای ذی الحجه می باشد. از اول ذی الحجه تا دوم ذی الحجه خوبترین روزهای سال است، مبارکترین روزهای سال است. اعمال صالحه در این روزها برای الله زیاد محبوب و پسندیده است. قسمی که حدیثی را خواندیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث می فرمایند: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من الایام العشر. یعنی هیچ روزهایی نیست که عمل نیکو نزد الله تعالی زیاد پسندیده تر باشد، زیاد دوست داشتنی باشد نسبت به 10 روزی ذی الحجه. یعنی کسی که در 10 ذی الحجه اعمال صالحه انجام میدهد، کارهای نیکو را انجام میدهد، نزد الله تعالی این کارها و این اعمال صالحه زیاد پسندیده است. الله را زیاد خوشش میآید نسبت به روزهای دیگری که اعمال صالحه انجام میدهد. این به این معنا نیست که الله در این روزها اعمال نیکو را خوشش میآید، در دیگر روزها خوشش نمیآید. یکی اینجا گفتیم خوبتر و بهتر، یکی خوب است. یعنی اعمال صالحه در هر وقت خوب است، الله را پسندش میآید و این اعمال صالحه بر انسان نفع میرساند و سبب داخل شدنش در بهشت میگردد. اما در این روزها زیادتر و خوبتر است، بهتر است. الله را زیاد خوشش میآید و این الله است که وقتها را فضیلت میدهد، برتری میدهد و اعمال در یک وقتی برش یک اجر و ثواب بهتری تعیین کردن. این کاری پروردگار است، در اختیار ما نیست. پس ایام 10 ذی الحجه را الله اینقدر اجر و اینقدر فضیلت داده که عمل صالح را در این روزها زیاد میپسندد، زیاد خوشش میآید. صحابه کرام پرسان کردن از رسول الله صلی الله علیه وسلم: ولا الجهاد فی سبیل الله؟ حتی جهاد در راه الله هم از عملی که در این روزها انجام میده یک شخص از او بهتر نمی باشد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب گفتن: ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه الله هم از این عمل این روزها بهتر نمی باشه. باز رسول الله صلی الله علیه وسلم استثناء کردن، گفتن: مگر الا رجل خرج بنفسه و ماله ولم يرجع من ذلك بشيء. شخصی که بیرون شود، خودش بیرون شود و مالش هم بیرون کند در راه الله تعالی، دیگر واپس نشوند، نه خودش واپس شود نه مالش، همه در راه الله مصرف شوند، خودش شهید شود، مالش مصرف شود. پس این شخص عملش با شخصی که در 10 ذی الحجه اعمال نیکو انجام میدهد با او برابری میکند. یعنی حقیقتا اگر ما فکر کنیم بسیار یک عمل نهایت بزرگ است که ما خود از این عمل بزرگ محروم نسازیم. یعنی فکر کنه یک شخصی فکر کنه که ما همین لحظه جهاد آماده است، بیرون میشم، دیگر نفس خود واپس نمیکنم، همه مال خودم در راه الله مصرف میکنم. این بسیار سنگین است. هر شخصی این را طاقت نداره، برداشت کردن نمیتونه. لکن در بدل ازی الله موسومی را به ما برابر کرده، روزهایی را به ما برابر کرده که عمل صالح را که در اون روزها انجام میدهیم برابری با این شخصی میکنه که جان خود در راه الله مصرف کرده، زندگی خود در راه الله مصرف کرده. پس این فرصت از زیاد غنیمت بشماریم، زیاد قدر کنیم، از دقه یزی، از روز یزی، ساعت یزی استفاده کنیم. در چی کارها؟ اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن العمل الصالح، عام ذکر کردن.
تخصیص نکردن که یه عمل صالح نماز باشه، روزه باشه، زکات باشه، حج باشه، یا ذکر و اذکار باشه، یا صدقه و خیرات و غیره چیزهای دیگری باشه. عام هر عمل صالحی که در توان داری یا اعمال صالحی زیادی را میتوانی که در این روزها همه را جمع کنی. چقدر خوشبخت، خوش قسمت شخصی که بتواند زیاد اعمال صالحه را در این روزها جمع کنه، زیاد نمازهای نفلی بخواند، زیاد روزه بگیرد. همین 10 ذوالحجه را بجز روز عید نوع دیگری از این کوشش کنه که روزه بگیرد. از رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایت حفصه رضی الله عنها ثابت شده که 10 ذوالحجه را روزه هم گرفتن. و تأکید بالای روز عرفه، حتمی روز عرفه را روزه بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که گناه سال گذشته و سال جاری را روزه روز عرفه از بین میبرد. چقدر بشارتی بزرگ است. این اجر و ثواب انسان در روزهای دیگری که روزه بگیرد کسب نمی کند. و همچنان تلاوت قرآن کریم زیاد تلاوت کند، با تدبر تلاوت کند. و همچنان صدقات و خیرات، اگر در دیگه وقت صدقات و خیرات داشت در این روزها بیشتر بسازد. هر روزی یک مقدار معینی از مالش تعیین کنه، در راه الله مصرف کنه. هر روز روزی مبارک، هر روز به پیش الله در روزهای ذوالحجه عمل نیکوی تقدیم میکند. و همچنان ذکر و اذکار به هر اندازه‌ای که ذکر و اذکار میکند. دیگر وقتها ذکر و اذکار میکرد، این روزها بیشتر سبحان الله بگوید، بیشتر الحمدلله بگوید، بیشتر استغفر الله بگوید، بیشتر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر و غیر اذکاری را که یاد داره. به خصوص اذکار و دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، این دعاها را در این روزها زیاد بخواند تا اینکه دفتری اعمال یزی در این روزها از اعمال زیادی پر شود. اعمال زیادی مختلفی، ذکر و اذکار، روزه و نماز، زکات و همچنان حج. خدا به کسی اگر دادم میسر کرده در این روزها، اگر در توانش است، به حج بیرون شود. الله اکبر. حج یکی از بزرگترین رکن اسلام است. به کسی که استطاعت داره، توانی مالی داره، توانی بدنی داره، راه برش آماده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی حج میکنه در حجش فسق و فجور و کارهای بد مرتکب نمی شود و همچنان اگر همسرش همراهش است در مناسک حج با همسرش نزدیک نمی شود و این برش حرام است که در ایام مناسک حج با همسرش نزدیک شود. وقتی که واپس میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش چی بشارتی بزرگی میدهند؟ رجع کیوم ولدته امه. گویا این که نو از مادر تولد شده. طفلی که از مادر تولد شده هیچ گناهی بالایش نیست، هیچ گناهی نداره. دفتری اعمال ازی پاکیزه است، سفید است. همچنان این شخصی که حجی کرده که در حجش گناه را مرتکب نشده، دیگر دفتری اعمال ازی کاملا سفید شده، از گناه ها خالی شده است. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حجی که حج نیکو بوده باشه، در او حج گناه نبوده باشه، حجی که موافق شریعت بوده باشه و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن مناسک حج مطابق حج رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کرده بوده باشه، این حج جزاش بجز بدلش بجز جنت دیگر هیچ چیزی نیست. پس اگر کسی توانش است در این روزها در مناسک حج شرکت کنه و یکی از اعمال بزرگ حج است که بجز 10 ذوالحجه در دیگه وقت صورت نمیگیرد. پس الله تعالی این روزها را بسیار روزهای پرفضیلت گردانده و برای ماست که دیگر از این فرصت استفاده کنیم و زیاد وقت خود در اعمال بر مصروف کنیم، اعمال نیکو مصروف کنیم و
الله تعالی اعمال صالحه ما را قبول بفرماید. البته قبولیت اعمال بسیار مهم است و بالای از این تاکید داشته باشیم، همراه از این که ما اعمال صالحه را انجام میدهیم بار بار تکراری از الله تعالی بخواهیم که یا الله عمل ما را قبول کن. چون اشخاصی هستند که اعمال انجام میدهند، زیاد کارهای خیری را انجام میدهند، لکن این عملها در شروطی عمل صالح یافته نمیشه. عمل صالح شرطش چی است؟ عملی که خالص برای الله باشه، ریا در او نباشه، شهرت در او نبوده باشه، نام و نشان در او نبوده باشد، کدام از پشت از او کدام منصب و جاه و اغراض دنیوی نبوده باشد. یه عمل خالص برای پروردگار بوده باشد. و همچنان شرط دوم از است که یه عمل موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده باشه. از پیش خود عمل ایجاد نکنیم، از پیش خود طریقه ها جور نکنیم. عملی که در او روش و طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده باشه، پس این عمل صالح می باشد. در غیر از او عمل صالح نیست و انسان خودم مانده می سازه و نزد الله تعالی و عمل اجر نداره. نه تنها اجر ندارد بلکه گناه عملی را که به گمانش عمل صالح از گناه ازیر هم میگیرد. الله تعالی اعمال ما را از ریا و از شهرت و از هر اغراض دنیوی پاک بدارد و همچنان اعمال ما را موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بگرداند و الله تعالی ما را توفیق بدهد به اعمال صالحه. الله تعالی ما را توفیق بدهد. اگر توفیق الله تعالی نبوده باشه ما به نفس خود هیچ کاری را انجام داده نمیتوانیم. لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. بارك الله فيكم.